بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فنتابع درسنا من بناء الأفعال. إنك ما درس خضر از صرف بنام بناء الأفعال دوام دهم. مصنف در درسی گذشته سخنش خواندیم، گفت که و ثلاثة منها سه باب دیگر است از همون چی؟ از همین 35 باب لما زاد على الرباعی المجرد، در برابری یعنی که رباعی مجرد معلوم شده است که اینا رباعی مزید می گفتن و گفت که این دو نوع است. نوع یکم در و یک تا حرف علاوه می شود در برابری 4 حرفی اصلیش. یک تا باب بود، همین باب کدام بود؟ تفعلل یتفعلل تفعللان بود. اکنون امروز النوع الثانی نوع دویم میگذاریم انشاءالله. خب بله، از همین دو نوع دویمش و هو ما زید فيه حرفان على الرباعی المجرد، یعنی نوع دویم چنان نوعی بود است که در وی دو تا حرف علاوه میشده است در برابر 4 حرفی اصلی و هو بابان، این دو تا باب بود است. الباب الاول باب یکم از این دو بابی که دو حرف علاوه شده است افعنلل یفعنللو افعنلالا، موزونه احرنجم یحرنجمو احرنجامن بود است و علامته ان یکون ماضیه على 6 احرف. علامت این از آن عبارت بود است که فعل ماضی او از 6 تا حرف عبارت، یعنی 4 تا از آنها اصلی است و 2 تاش چی می شود؟ زیادتی، زیرا که اصلی احرنجمه حرجمه بود، بعد از آن چی شد؟ احرنجمه شد. بی زیادت الحمزه فی اوله، با علاوه شدن حمزه در اولش و نونی بین العین و اللام، و علاوه شدن نون میان عین و لام. کدام لام؟ لامی یکم. و بناؤه للمطاوعتی، بنای این برای مطاوعت بود است. مطاوعت گفتیم که اول پیش از این یک فعل مفعول طلب بود است. وقتی که این فعل به این باب آوردن چی میشد؟ فعل لازم میشود. برای مثال نحو حرجمت الابل، من شترها را جمع کردم. فهمیدید؟ من شترها را چیکار کردم؟ جمع کردم. یا حرجمه یا حرجموش کرد اول اومد، ها یعنی جمعت، جمع کردم اونها را. فحرنجم ذلك الابل، بس در نتیجه وای شترها جمع شدن. در اینجا خطا اومده، شما باید درست نویسید. درست شکل میشد فحرنجمت تلك الابل. فهمیدید نه؟ فحرنجمت تلك الابل، برای خاطر آنکه ابل مؤنث می باشد. مؤنث کی باشد ذالک هم نمی شود، تلک می شود. تلک شد، احرنجم هم نمی شود، احرنجمت می شود. حرجمت الابل فحرنجمت میتونه گفتن، یا که پرش میگید که فحرنجمت تلک الابل، من شترها را جمع کردم، بس در نتیجه شترها چی شدن؟ جمع شدن. یعنی که این بابی از عموم گیریم، بابی 27 بود. خیال میکنم که کفایت میکند برای خودتون که دیگه درسمو با زیاد شدن. صلی اللهم وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.